خود داستانگویی به طور مستقیم شاید برای من اون جذابیتی که الان مد نظر تو رو نداشته باشه. اون چیزی که برای من خیلی جذابه پدیده باترفلای افکته. میگن که آقا بال زدن یک پروانه در یک گوشه‌ای از دنیا ممکنه باعث ایجاد یک طوفان در گوشه دیگه‌ای از دنیا بشه. و اینکه همه چیز میتونه به هم دیگه به یه شکلی ربط داشته باشه اگه بگردی و ربطاشو پیدا بکنی. من عاشق اینم یک سری اتفاقا رو از ته همین جوری برم عقب که ببینم چه نقطه‌ای، چه شروعی، در کجای زمان توسط چه کسی باعث شده که یک سری چیزا به صورت دومینووار بخورن به همدیگه که این نتیجه اتفاق بیفته. این مسئله‌ای که توی پادکست آلبوم به طور مشخص داره خودشو نشون میده. آره، حتی برمیگردی قبل تولد طرف. برمیگردم قبل تولد طرف که پدر مادر طرف و شهری که داشت توش زندگی میکرد چه شرایطی رو داشت و اینها چه تأثیرهایی رو گذاشتن روی این آدم که دونه دونه اومد جلو. Cozy cold now.